به نام حضرت پاک، مدد از باطن پاکان، نیکان، اولیا حق. آب را ببرید و جوی را پاک کرد، وانگهان در آن روان کرد آب خورد. لوح را اول بشوید بی وقوف، وانگهی بر وی نویسد او حروف. چهارشنبه 19 آذر ماه 1399 مطابق با 9 دسامبر 2020. مثنوی دفتر دوم، ابیات 1993 تا 2035. سلام خدمت علی آقای عزیز، جناب موحد و دوستان عزیزی که در راه هستن ملحق میشن. به همه عزیزان سلام میکنم. تا دوستان عزیزی دیگه فرصت داشته باشن وصل بشن، لازم دیدم یک نکته ای رو عرض کنم. درود بر شما. ممنون. عرفان عاشقانه مولوی که تبلور عینی آن را ما در کتاب مثنوی و غزلیات شمس میبینیم، یک تفاوت اساسی با عرفان زاهدانه داره. در واقع عرفان خراسان که زادگاه ابو سعید عطار سنایی و شاعرای بعد، عرفای بعد، عرفانی مبتنی بر عشق، شور، نشاط، امید، زیبایی و وعده وصل، وعده رسیدن به آرامش، به نشاط درونی، بدون اینکه سرزنش بکنه، عیبجویی بکنه و مرتب گذشته انسانها رو به یاد بیاره و مؤاخذه بکنه. میگه از لحظه‌ای که شروع کردی و تصمیم گرفتی، همین که آمدی، وقت گذاشتی، به این نیاز درونی رسیدی که همه دوای همه بیماریات عشقه و عشقی که میتونه تو رو به سر منزل مقصود برسونه. از همین نقطه تو دیگه وصل شدی و این عرفان عرفانیه که بشر رو جذب میکنه. در واقع جاذب هستن این نوع عرفای جاذب بهشون میگن، برعکس عرفایی که بگن عرفای مجذوب هستن. اونها گریه میکنن، توبه میکنن، انابه میکنن، مدام نفس خود رو بازخواست میکنن از اینکه در فلان تاریخ چرا فلان کار رو کردی، فلان کار رو کردی. این نوع انسان ها حالا به هر حال درست زحمات خودشون رو کشیدن و میکشن، اما عرفان مولوی شور آفرینه، عرفان حافظ شور آفرینه. وقتی میگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، این حافظ معتقده، با تمام وجودش اینه میگه و میگه طرحی نو در اندازیم. میگه ول کن دیگه حالا گذشته چی بود، بیا یک طرح نو در اندازیم و تا کجا پیش بریم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو درن. اگر غم لشکر انگیزد، میگه این بساط غم و غصه و زاری و اینی که چی بودم، چرا این کارا رو در فلان تاریخ کردم، اون پرونده ها رو دور بریز.
اومدی در میقاتی، لباسای کهنه دور ریختی، محرم شدی، احرام به تن کردی، لباس احرام به تن کردی، دیگه بسه. نرو به گذشته ها، ببین چی در پیش رو داری. عرفان مولوی عرفانیه که ما را به جلو فرا میخونه، تشویق میکنه جلومون رو ببینیم. پشت سر هیچی نیست، به قول سهراب سپهری تاریکه. و این امید میده، شور میده. شخصا تشکر میکنم از عزیزانی که وقت میذارن. میدونم با همه بیماری، گرفتاری، مسائل خانوادگی، نمیدونم هزینه و وقتی از هفته یک بار تشریف میارن، همین که تشریف میارید غنیمت مغتنمه و شخصا سپاسگزارم. و میدونم حتی اگر یک تک بیت از این دریای عشق نصیب شما بشه، به جانتون نقش ببنده و لوح دلتون نقش ببنده، مطمئناً دگرگونتون میکنه و مطمئناً حالتون رو خوش میکنه. عرفان مولوی، عرفای خراسان، در موردشون بیشتر بخونید. اصلا اینا عوض کردن، مسیر عرفان رو عوض کردن، از جنید و از دیگران گرفتن اما چیز دیگه تحویل دادن. این میراثی که به ما رسیده، باور کنید میراث بسیار بسیار گرانبهاییه و جا داره که تحویل بدیم به نسل‌های بعد. وقت بگذاریم و تحویل بدیم. در هر حال بیت 1993. خوشحالم که دوستان عزیز، ممنون از همه عزیزانی که سلام نوشتن، لطف کردند. بود کوری کو همی گفت الامان، من دو کوری دارم ای اهل زمان. یک کوری بود چشماش کور بودن، ولی میگفت من دو تا کوری دارم. پس دو بار رحمتم آرید هان، چون دو کوری دارم و من در میان. سلام بر شما. گفت منو دو بار رحمت کنید، کمکم کنید، چون من دو کوری دارم. گفت دیگران گفتند یک کوریت میبینیم ما، آن دگر کوری چه باشد وانما. گفت زشت آوازم و ناخوش نوا، زشت آوازی و کوری شد دوتا. گفت هم کور هستم، حالا یک خوشنوای خواننده خوش‌ذوق در جمع ما حضور داره. از نعمتی هم که خدا بهش داده، جناب حسن جمالزاده به خوبی الحمدلله استفاده میکنه. هم خوب یاد گرفته، هم زحمت کشیده و هم خوب میخونه و بارها هم جمع ما را مستفیض کرده. میگه که ما در شهر خودمون دیدیم کورای زیادی بودن که با اینکه کور بودن ولی صدای خیلی زیبایی داشتن و این صدای زیباییشون باعث میشده که به هر حال میتونستن ارتزاق بکنن و چرخ زندگی رو بچرخون. گفت زشت آوازم و ناخوش نوا، زشت آوازی و کوری شد دوتا. بانگ زشتم مایه غم می شود. صدام خیلی بده، این آهنگ صدام، این طرز صحبت کردنم خیلی زشته. بانگ زشتم مایه غم می شود، مهر خلق از بانگ من کم می شود. تا میام حرف بزنم بس که بد صدا هستم دیگه، حتی اگر طرف میخواسته به کوریم رحم کنه یک کمکی به من بکنه دیگه اینم نمیکنه.
زشت آوازم به هر جا که رود، مایه خشم و غم و کین می شود. زشت آوازم به هر جا که رود، مایه خشم و غم و کین می شود. بر دو کوری رحم را دوتا کنید، این چنین ناگنج را گنجا کنید. منی که هیچ جایی ندارم، شما منو تو خونه دلتون جا بدید، به من رحم کنید. حالا که دوتا عیب و دوتا مشکل بزرگ رو دارم، بیشتر به من کمک کنید، چون خیلی به من کمک نمی کنم. بله، روح شاد. زشتی آواز کم شد، زین گله خلق شد بر وی به رحمت یک دله. کرد نیکو چون بگفت او راز را، لطف آواز دلش آواز را. همین که اومد صادقانه اظهار عجز و نیاز کرد و گفت مشکل من چیه، مردم به یاریش شتافتن. صداقت جذب میکنه، صداقت همراهی میاره، همدلی میاره، رحم و شفقت و مهربانی میاره. صداقت آواز خوشی داره که به دل میشینه. سلام بر وحید عزیزم. وان که آواز دلش هم بد بود، آن سکوری دوری سرمد بود. وای به حال کسی که کور ظاهر هست، صداش هم که اونم البته یک عیب جسمیه بد هست، اما وای مصیبت ها زمانی که آواز دلش هم زشته، بدبینه، عیب جوه و بهانه‌گیره، همش خیال بد میکنه، در ذهنش هیچ حادثه زلال و شفافی نیست، خیر نمیبینه، شر میبینه. آن سکوری دوری سرمد بود، یعنی دیگه از درگاه خدا رانده. لیک باز عرفان مولوی اینجا مشخص میشه. وقتی که شما رو میبره تو یأس، وقتی میبره جایی که احساس میکنی مشکل دارین، نکنه با شما داری این حرفا رو میزنه، وقتی که شما خودتون در محک و ترازوی نقد میندازید، میخواید به خودتون نمره منفی بدید، مولوی به فریادتون میرسه، هشدار میده. چی میگه؟ میگه لیک وهابان که بی علت دهند، بو که دستی بر سر دستش نهند. ناامید نشید، حتی اگر آواز دلت خوب نیست. بیا، وهاب اون که بسیار بخشنده است به تو هم میرسونه. چون که آوازش خوش و مظلوم شد، وقتی آواز دلت خوب باشه، آواز زبانت و حنجرت هم خوب میشه. خیلی وقتا میبینی یه خواننده 2 دانگ صدا بیشتر نداره، اما میخونه، سوز داره، آن داره، میگن فلانی آنی تو صداشه، به دل میشینه صداش. اون صدای دلشه، اون صدای صداقتشه. باور کنید صداقت صدا داره. چون که آوازش خوش و مظلوم شد، زو دل سنگین دلان چون موم شد. ناله کافر چو زشت است و شهیق، زان نمی گردد اجابت را رفیق.
کافر یک مفهومه. کافر که تابلو که نداره، نشانه جسمی که نداره، یک مفهوم درونیه. و اون کسی که کفر عشق، کافر عشقه، کافر زیباییه، کافر جماله، کافر خالقه، خالق زیبایی ها، اون یک مفهوم درونیه و صدای این زشتی در نمود بیرونی پیدا میکنه. همون هم هستش که اجابت نمیشه، پذیرش نمیشه. اخس او بر زشت آواز آمده است، کوز خون خلق چون سگ بود مست. اخس او اشاره داره به یک آیه از قرآن، سوره مؤمنون آیه 10. قال اخسئوا فیها ولا تکلمون. قال اخسئوا فیها ولا تکلمون، میگه که در اون روز یکی از ما دور بشید و با ما حرف نزنید. این اخسئوا در اصطلاح عامیانه همون چخه‌ایه که به سگ میکنن. این تمثیل حالا مسئله حیوان نیست، این که میگن سگ یه چیز بار منفی نباید داشته باشه، اما اصطلاحش این اصطلاحه که حالا در اون اصطلاح فرهنگی خودش، در اون باری که در زمان مولوی بوده. به هر حال منظور اینه که اون وقتی یک کسی مست میشه از خون خلق. یعنی چه خون خلق؟ ظلم میکنه، تجاوز میکنه، بی‌آبرویی میکنه. این رانده میشه. به چه زشت، رفتار زشتی هم، به گونه بسیار بدی. چون که ناله خرس رحمت کش بود، ناله ات نبود چنین یا چنین ناخوش بود. شما دیدی خرس ناله کرد وقتی گرفتار اژدها شد، نالش باعث شد یکی به فریادش برسه، دلش به رحم بیاد. میگه خرس که اینجوریه، تو که انسانی چجوری؟ چه کار باید بکنی؟ نباید ناله کنی. اگر ناله‌ای کردی که در واقع از روی نیاز، از روی صداقت، حتما این نالت دل یکی را به رحم میاره، به کمکت میاد. دان که با یوسف تو گرگی کرده ای. آخیش یوسف پیغمبر خدا اینجا منظورش اینه که همه بندگان خدا، همه انسان ها یوسف هستن و تو با اونا گرگی میکنی. قصدت اینه که اونا رو مثلا میگه، حالا اون اتفاق تاریخی که اونجور نبوده ولی منظور در شعر اینجوری چیز میشه. آره، قصد داری اونها رو با نهایت سبوعیت و درندخویی. دان که با یوسف تو گرگی کرده ای. کی میشه از این گرگی همون دست برداری؟ رفتار انسانی داشته باشی. یا ز خون بیگناهی خورده ای. که دیگه حالا تو ادبیات ما، تو فرهنگ ما معلومه خونخوار کیه. خونخوار کیه؟ کسی که حق و ناحق میکنه، کسی که ظلم میکنه، کسی که دروغ میگه، ریاکاری میکنه، بساط تزویر به راه انداخته، مردم فریبی میکنه. توبه کن. این عرض کردم، بازم اشاره میکنه
این عرفان خراسان بزرگه، عرفان مولویه. توبه کن. بسه. امشب اومدی اتفاقی با برنامه هرچی، به هر حال وارد این جمع شدی، یک کلام مولوی فعل امر داره بهت میگه به همه توبه کن و از خورده استفراغ کن. این استفراغ کن میخوام ببخشید اصطلاح زاد جالب نباشه، ولی اینجا خیلی خوب مولانا این اصطلاح رو به کار برده. یعنی اونی که تو خوردی هیچ وقت جذب بدنت نمیشه، از تو نیست، جزء وجودت نیست، پسش بده. برو حلالیت بطلب، برو تمنا کن، تقاضا کن، جبران کن، توبه کن و از خورده استفراغ کن. ور جراحت کهنه شد، آه آه آه، ور جراحت کهنه شد چی؟ رو داغ کن. قدیم ها وقتی یک زخمی به هیچ دارو و درمان و پماد و اینا مرهمی خوب نمیشد، نهایتاً یک آهنی رو گداخته میکردن و روی این زخم میگذاشتن، داغش میکردن. حالا اون طرف آیا میمرد دیگه، یا میموند یا زنده میمونده، اون زخمه، اون جراحته، حالا یه نقص عضو بزرگی رو بدنش میموند ولی اون جراحتش احتمالاً خوب میشد. اون جراحت چیه؟ اون داغ کردن چیه؟ دیگه باید بشینی به ریاضت، تحت تربیت یک استادکار. خب بیت 2010 تتمه حکایت خرس و آن ابله. ممنون از همه عزیزانی که لطف کردن، سلام نوشتن یا ننوشتن، فرق نمیکنه. خب ادامه اون داستانی که اون مرد جوان مرد به فریاد و کمک خرس رسید و از دست اژدها نجاتش داد. خرس هم از اژدها چون وارهید، وان کرم زان مرد مردانه بدید. چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار، شد ملازم در پی آن بردبار. وقتی که خرس نجات پیدا کرد، مثل سگ اصحاب کهف افتاد دنبال این مرد که در واقع محبتش کرده بود. آن مسلمان سرنهاد از خستگی، خرس حارس گشت از دلبستگی. این آقا بعد از اون جنگ بسیار سختی هم که با اژدها کرده بود و راه رفته بودن، یه جایی خسته شد، گرفت خوابید و این خرس هم نشست بالا سرش. آن یکی بگذشت و گفتش حال چیست؟ ای برادر مر تو را این خرس کیست؟ چه کار داری میکنی؟ این خرس چیه؟ جریان چیه؟ قصه وا گفت و حدیث اژدها. این مرد گفتش که جریان چی بوده. گفت بر خرسی من دل ابلها. چته؟ درسته حالا این خرس نجات دادی، ولی به این دل نده، حواست به این باشه، به این اعتماد نکن. دوستی ابله بتر از دشمنی است. چه فرهنگی داری، چه بزرگانی داری، چه به موقع به ما یاد میدن
که حواسمون باشه و باید بگیریم. دوستی ابله بتر از دشمنی است. او به هر حیله که دانی راندنی است. این از خودت دور کن. هر جور میشه این سرش از خودت وا کن، بذار بره. این یک جای ضربه بهت میزنه ها. او به هر حیله که دانی راندنی است. گفت والله از حسودی گفت این، ورنه خرسی چنگری این مهر بین. تو چه کار داری که خرس یا گرگ یا فلانه؟ تو نمیبینی چقدر محبت داره به من؟ این داره از حسودی حرفا رو میزنه. گفت مهر ابلهان اشوده است، این حسودی من از مهرش به است. عزیز، دوست عزیز، این داره فریبت میده. این مهر محبتی که داره به تو میکنه، این داره فریبت میده. گول نخور. حتی اگر تو فکر میکنی من حسودتم، این حسادت من از مهر این خرس بهتره. هی بیا با من بران، این خرس را مگزین، مهل هم جنس را. من دوستتم، برادرتم، خیرخواهتم. بیا با من، خرس ولش کن. گفت رو کار خود کن ای حسود. گفت کارم این بود و رزقت نبود. گفت بلنش برو. گفت بابا کجا برم؟ من مأمور بودم، اومدم پیامو بهت رساندم، ولی تو انگار کری، گوشت کره، نمیفهمی. رزق نداری از معرفت، رزق نداری از تذکر. من کم از خرسی نباشم ای حریف، ترک او کن تا منت باشم حریف. عزیز، ول کن این خرسو، بیا با من دوست بشو. باور کن یه چیزی میخوام بهت بگم، بر تو میلرزد دلم زندیشه ای، با چنین خرسی مرو در بیشه ای. این دلم هرگز نلرزید از گزاف، نور حق است این، نه دعوی و نه لاف. باور کن دروغ نمیگم، به دلم زده، یه چیزی تو دلم داره، یه پیامی میخوام، یه چیزی میخوام بهت بگم، نمیدونم چجوری بهت بگم، ولی دارم میلرزم، دارم میترسم، یه اتفاقی میخواد بیفته. چجوری بهت بگم؟ مؤمنم ینظر به نور الله شده. من یه آدم مؤمنی هستم، دروغ نمیگم، و خدا یه نور هدایتی به من داده که یه چیزایی به دلم میشینه که درست در میاد. هان بگریز از این آتشکده، الان افتادی تو آتش، از اینجا فرار کن. الله اکبر. این همه گفت و به گوشش در نرفت. بدگمانی مرد را سدیست زفت. بدگمانی، یه ذره خوشبین باشیم، این عینک رو ورداریم. به قول امروزی ها این تئوری توته. یه ذره دلمون رو صاف بکنیم، این همه به هم بدبین نباشیم. دست او بگرفت و دست از وی کشید. بابا بیا بریم. عزیزم، دوست عزیز، دست از وی کشید. گفت رفتم چون نه یار رشید.
چیکار کنم؟ خیلی اصرارت کردم. گفت رو بر من تو غمخواره مباش، بلفضولا معرفت کمتر تراش. اینقدر خودت برای من آدم خیرخواه و دوست داشتنی و فلان نشون نده، برو. عجب. باز گفتش من عدو تو نیم، من دشمن نیستم والله بالله. لطف باشد گر بیایی در پیم، بیا با هم بریم، بیا از اینجا بریم. این رسالت عرفاست، این رسالت مولویه. همت مولوی همینه. 10 سال نشسته شب تا صبح نخوابیده که این بیت به ما برسونه. 10 سال حداقل 24,000 بیت گفته که این تک بیت به ما برسونه. من عدو تو نیم، لطف باشد گر بیایی در پیم. گفت خواب استم مرا بگذار رو، گفت آخر یار را منقاد شو. یه ذره تسلیم شو، بپذیر. گفت ولم کن، خوابم بیاد، برو. تا بخسبی در پناه عاقلی، در جوار دوستی صاحب دلی. عزیز بیا اینجا نخواب، بیا بریم یه جایی که یه دوست صاحب دلی، صاحب عقلی، با مهر و وفایی کنارته. اونجا بیا بخواب، اینجا جایش نیست. در خیال افتاد مرد از جد او، آخیش خشمگین شد زود گردانید رو. کین مگر قصد من آمد خونی است، یا طمع دارد گدا و تونی است. آخیش دیگه عصبانی شد. حالا همه اینا رو که مرحله مرحله شدیدتر میشه، قصد داره، هدف داره مولانا که اینجور میگه. یک لحظه فکرش نرسید که شک بکنی؟ این حتما میخواد منو یه توطئه بکشونه، از اینجا ببره یه جایی سرمو ببره، پولامو برداره، بدزده، بره. یا گرو بسته است با یاران به دین، که بترساند مرا زین هم نشین. یا حتما یا میخواد پولامو ببره، سرمو زیر آب بکنه، یا شرط بندی کرده با دوستاش که منو مثلا بترسونه و اذیت کنه. حالا این 3 بیت پایانی که چقدر زیبا هست. این همه دانشمندا، این همه عرفا، شاعرا، فلاسفه گفتند و نوشتند و گفتند، خون دل خوردند. خود نیامد هیچ از خبث سرش، یک گمان نیک اندر خاطرش. حتی یک گمان نیک نیامد از خبث سرش، اون پلیدی درونش نه مانع شد، نذاشت یک لحظه فکر کنه، نکنه چیزی درست میگه. ظن نیکش جملگی بر خرس بود، ای وای که تخم مرغات همه تو یک سبد بذاری. حرف هیچ کسی دیگه گوش نکنی. ظن نیکش جملگی بر خرس بود، او مگر مر خرس را هم جنس بود.
انگار خود خرسه خودش. بس که ظن نیک گمان نیک به خرس داشت. چرا؟ مولانا میگه یک کمی هم به ما گوش بدین. البته دوستان عزیزی که عرض کردم ابتدای برنامه لطف کردن، وقت گذاشتن، اومدن. حالا بنده حقیرم که چیزی ندارم و روخانی میکنم، در حد یک توضیح هم هستش، ولی عزیزان باور کنید نمیدونم چجوری عرض کنم خدمتون، با عنوان شاید درد دل باشه، ما یه نسل رو به انقراض هستیم، داریم منقرض میشیم. دریابید، جوونا مخصوصا تشویق کنید جوونا بیان تو این برنامه ها. نمیدونم، نمیخوام ناامید حرف بزنم، چون میگم عرفان مولانا عرفان امیده، نمیخوام ناامیدانه حرف بزنم، ولی روز به روز جمعیتمون کم میشه، صداهامون خاموش میشه. به هر حال یک کسی که نمیدونم ذوق 50 ساله‌ای داشته، در ادبیات غور کرده، در شعر غور کرده، در احوال این بزرگان غور کرده، نه که مثلا خدایی نکرده منتی باشه یا بگیم که حالا ما تافته جدا بافته هستیم، نه، ولی به هر حال میشه یک حرفایی زد که شاید به گوش یکی ناشنا باشن و به دلش بشینن. عاقلی را از سگی تهمت نهاد. اون دوست عاقلش رو به خاطر این نفس سگش، نفس ددمنشانه‌ای که داشت، بدبین شد، بهش اعتماد نکرد، به حرفش گوش نکرد. در عوض چی؟ خرس را دانست، اهل مهر رو داد. گریه آوره. یک جای آدم بغضش میگیره. شرمنده مولوی نشیم. یادگار و میراثی برای ما گذاشته که افتخار بشره. افتخار باید بکنیم که زبان فارسی رو متوجه میشیم. ایران، افغانستان، تاجیکستان و حالا آسیای مرکزی، اونایی که فارسی متوجه میشن، واقعا باید افتخار کنیم به این مرد بزرگ، به این دریای همیشه جوشان عشق و اندیشه. طولانی شد، ببخشید. تا هفته آینده همیشه سالم، خوش و برقرار باشید. ممنون که وقت گذاشتید، ممنون که تشریف آوردید و اطاله کلام بنده را هم ببخشید. خیلی دوست دارم همیشه تو برنامه از شما هم بشنوم. حالا لطف کنید همیشه جلسات آینده تشریف میارید، با من همراهی بکنید، کمک بکنید و یاری بکنید. خدا نگهدار. ممنون. تا هفته انشالله آینده. یک نکته ای رو باید عرض کنم که جلسه آینده برنامه نیم ساعت زودتر شروع میشه به وقت ایران، ساعت 10:30، 10:30. نیم ساعت از امشب زودتر برنامه شروع میشه، به خاطر که این شبای طولانی
زمستان دوستان پیشنهاد دادن، اصرار داشتن که یه نیم ساعتی برنامه رو فعلا تو ایام زمستان بیاریم جلوتر. پس دوستان یادشون باشه، حالا می نویسم هم در دایره مثنوی، جلسه آینده ساعت 10:30 شروع میشه. خدا نگهدار تا هفته آینده.